هفته گذشته رسانه‌های روسیه با استناد به گزارش تلگرام کانال ماش ابتیش خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان با نام مادامین بیانوف از خیانت زنش در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه خبر یافته و آنجا آمده است و همراه رفیقانش مرد عاشق زنش را بوده به یک خانه برده است و به یک شکل پرخشونت او را تجاوز کرده است. در خبر گفته می شود که بیانوف آن مرد را حتی با شواب را تجاوز کرده است و این همه را ویدیو گرفته در آخر از جبر دیده در عوض در یگان جا نشر نکردن این ویدیوی ثبت کردهشان $10,000 طلب کرده است. اما آن مرد تجاوز شده به پلیس مراجعت کرده است و بیانوف را دستگیر کردند. یک منبع آگاه از جریان این قضیه روز 19 اپریل سال 2023 در صحبت با پایگاه خبری بامداد نقل کرد که این ماجرا در بین تاجیکان مقیم تاتارستان سر و صدای زیاد پیدا کرد و آنها از پی تحقیق آن شدند. معلوم شد که در حقیقت چنین حادثه رخ داده است ولی آن مرد بدرش نه شهروند تاجیکستان بلکه شهروند ازبکستان بوده است. از تاجیک‌های ازبکستان حالا این مرد در بازداشت قرار دارد و به او حکم طولانی تعدید می‌کند، گفته است همصحبت بامداد. کانال ماش ابتیش خبر داده بود که به ضد این مرد بر اساس 3 بند کودکس جنایی روسیه با اتهام آدمربایی، تجاوز و زورآوری شبانه پرونده جنایی گشودند. به مادامین بیانوف برای تمجید با استفاده زورآوری بر اساس قسم 3 ماده 163 کودکس جنایی روسیه همچون جزا 7 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. او را برای آدمربایی بر اساس قسم 2 ماده 126 می‌توانند به مهلت 7 تا 12 سال و برای زورآوری جنسی بر اساس قسم 2 ماده 132 به مهلت 8 تا 10 سال محکوم به زندان کنند. خود مادامین بیانوف و نزدیکانش و همین طور جبر دیده برای شرح ماجرا دسترس نیست. شخصیت جبر دیده ظاهراً به دلایل اخلاقی آشکار کرده نشده است.